سلام دوستای عزیز، جان شما جور باشه هر جایی که هستین. یعنی می با چی صدایی میدم، یعنی میجی کار میکنم. دی بگاه مهمانی دعوت بودیم، دیر آمدیم، خاطر هم دیگ نکده. امروز هم تور گوشنه شدیم. میخوام برم یک گلشهر. از اینجا تا گلشهر جایی که ما هستیم تقریبا 20 کیلومتر راه هسته. بریم یک آشک منتو بیزنیم، بعد جایش رو براتون میگم. آقا کریم امروز کجا میخوایم بریم؟ میریم الان آشک و منتو میخوریم. جای بچه ها خالی. بریم صفا سیتی 2 نفره. آره آقا کریم یکی از دوستای خوب فامیل ما هست، هم دوست هم فامیل. حال بچه خوبیه. یم سر برای من. کارگرای همشهری خودان ما. یم سگا این شبا که می طریقه تو پیش میکنم ما نکی تراشول گوش برشون میرون که حالش میرون. آره بهشون نه جبران نیه. جبران ماشینش قصد تمیز نیه. این سگ پیش میکنه. قدرزا اینک دیدی خب بیا بارو بگو. خدا ما که میترسم سگار غنتر میگم. دوستای عزیز اینجا را شهرک شکوفا میگه. شکوفای یک. ما توی میلان شهرک شکوفای یکی. ویور را نگاه چی جاییه. اینجا 2 ماه پیش یک علفای بود. برمانم دارم چی میگه لاله بودی. این تر قشنگ بود، یعنی بیشت بیل دنیا بود. باز اکش را برایتون روان میکنم. ویدیو قبلیش را برایتون روان میکنم ببینید که چی جایی بوده. قبل و بعد از شما مگم. اینم اینجا بود دقیقا. دوستای عزیز اینجا ما بیشتر میبینیم اینجا آشک منتو میخوریم. توی سخاوت هسته و جای خیلی خوبی هسته. از همشهری هم هسته. جای خیلی دنچ هم هسته. اینم اینجا میم آقا آشک منتو مخوریم. عجب جایه. چایش هم اینجا قبل از اینکه آشک منتو بخوری چای هم داره. تا که چای صرف شد کولرم روشن، همه چیز اوکی. خونه کیف میکنی. مجموعه از همشهری های خودم مایه. دوستای عزیز اینمی هم غذای ما آماده شد. آشک منتو. این آشک چی؟ گندنه ها؟ داخل چی؟ بله آشک گندنه منتو گوشت. منتو گوشت. این منتو راست. گوشت طبیعی. آقا کریم یک سری دیگه هم آمدی. خوب بود کیفیتش؟ ما این یکو دفعه که دیل مکشید میم اینجا البته در خانه هم میگیرم. ما وجود آدم نیم که خود ما بخورم خاطر نگاه کنم. بولانی هم دارن تازه. آره اینی هم بولانی. خواهد دوستای عزیز من البته این جای همشهری هم هست. آدم باید پیشته هم داشته باشه، همدیگر حمایت کنه. و گلشهر هم یک فضایی هست. و وقتی تویش اونایی که توی گلشهر بوده و الان استرالیا یا اروپا یا هر جا هست
اول خدا نگاه کنه، دومی که یاد از اونا بیفته که در کجای گلشهر قبلا بوده و الان گلشهر پیشرفت کرده و فضای گلشهر یک جوری هست که همه همشهری اینجا فعالیت دارن، چه از رستوران چه هر چی از لوازم خانگی اینا. و واقعا ما وقت خود ما توی گلشهر راه مرم، البته ما افغانستان ندیدیم ولی خب اینجور که شنیدم خیلی هم میگه انگار مثل کابل و ریا مثل دشت برچیه، واقعا هم همجوریه. فقط این ویدیو رو گرفتم که دوستای عزیز که آمدن گلشهر این تبلیغ نیه، یعنی اینجور جا هسته، جای همشهری ها هسته، اول برو جای همشهری های خودم، چی قابلی، چی آشک، چی منتو، هر چی خواستین هسته توی گلشهر و هر چی حتی اجاره سوئید هسته میتونید در خود ما بگین. دیگه دوستای عزیز با ما همراه باشین، انشالله ما همینطور ویدیو میگیرم از گلشهر، هر جایی که شما بگین. بازم اگر انتقاد و پیشنهاد داشتین برای من بگین که من چی سبک ویدیو بگیرم برایتان، از لایف استایل خو یا از گلشهرگردی، اونایی که توی استرالیا هستین یا هر جای هستین دوست دارین بگین ما کجا رو برم ویدیو بگیرم که یاد خاطرات شما تازه شود. ما فقط همین دیگه، انشالله که جور صحتمند باشین، هر جایی که هستین موفق باشین. و ویدیو از این بعد زیاد میمانم به خاطری که گفتم دوست دارم اون فضای وطنی را در شما نشان بدم و شما حمایت کنید انشالله. خیلی ها گفتیم که چرا در این صفحه شخصی خود ویدیو نمیمانیم، حقیقتا اینقدر مصروف هستیم، ما بیشتر با خندلند هستیم. حالا پاره وقتم اگر شد یعنی توی شخصی خود ویدیو میمانم و شما حمایت کنید، سابسکرایب کنید، شیر کنید، انشالله که ما بتونیم ویدیو زیاد بزنیم. دوستتون دارم، هر جایی که هستین خوش باشین.